سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این درس خدا خواسته باشد ما با شما علامت تنوین را دیده می برایم که در بالای حرف ها گذاشته می شود. سوال: تنوین چیست و برای چی در بالای حرف ها گذاشته می شود؟ جواب: تنوین این علامت می باشد که دو حرف را عوض می کند، حرف الف و حرف نون را. تنوین در کلمه در حرف آخر نوشته می شود. تنوین سه خیل می شود. یکم تنوین فتحه که آواز ان را می دهد. دوم تنوین کسره که آواز این را می دهد. سیوم تنوین ضمه که آواز اون را می دهد. اکنون بیاید با هم مثال های درس امروزه را خوانده تکرار کنیم. مثال های تنوین فتحه اینها می باشند: ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، هن، ین. مثال های تنوین کسره اینها می باشند: این، بین، تین، ثین، جین، حین، خین، دین، زین، رین، زین، سین، شین، سین، بین، طین، ظین، عین، غین، فین، قین، کین، لین، من، نین، وین، هین، ین. مثال های تنوین اون: فراموش نکنید در وقت تلفظ آواز او لبها به پیش برآورده می شوند. اون، بون، تون، ثون، جون، حون، خون، دون، ذون، رون، زون، سون، شون، سون، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، هن، یون. بیاید اکنون مثال های مرکب هر سه تنوین را بخوانیم. ثوبن، ثوبین، ثوبن، فوتن، 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 لیثن، فوجن، لوح، فرقا، طود،
عوذ دورا فوز قوس عرشا عرض حوض صوتا غيظ شرع فرغا خوف شوق دركا حول نوم لونا دلو شره مقتا نعمة شکورا. سوال: آیا علامت تشدید با علامت تنوین هر دویشان در بالای یک حرف می آیند؟ جواب: بله، هر دوی آنها در بالای یک حرف می آیند و چنین خوانده می شوند: ربن، ربین، ربون. ببینید حرف را دو تا کرده بعد تنوین را می خوانیم. ربون، حبن، برن، جرن، مسن، کفن، منن، ستن، سرن، حل، حس، عز، بر، در، ذل، خف، بر، کل. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. وظیفه خانگی: این مثال هایی که خواندیم در دفتر کاری خود نوشته بار دیگر آنها را تکرار کنید. در آخر دعا می کنیم که خداوند به شما آسان گرداند الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.